بسم الله الرحمن الرحیم. قال الهادی علیه السلام: اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی علیه السلام. بدان که اگر قبر عبدالعظیم در شهر خودتان را زیارت کنی، همچون کسی باشی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده باشد. امامزاده عبدالعظیم حسنی یکی از شخصیت‌های بزرگوار و مورد احترام در میان شیعیان است که به دلیل نسب شریف و تقوای والا جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اسلام دارد. نام کامل ایشان عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام هست. بنابراین ایشان از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام و از سادات حسنی به شمار می روند. امامزاده عبدالعظیم در سال 173 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. دوران زندگی ایشان همزمان با چند تن از امامان معصوم شیعه از جمله امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام بود. ایشان یکی از علمای برجسته، محدثان موثق و یاران نزدیک امام هادی علیه السلام محسوب می‌شد. عبدالعظیم حسنی همواره در راه ترویج معارف اهل بیت تلاش می‌کرد و احادیث زیادی را از امامان نقل کرده است. او همچنین از جمله افرادی بود که عقاید صحیح شیعه را با صراحت و قدرت بیان می‌کرد. به دلیل فشارها و تهدیدهای حکومت عباسی، به ویژه در دوران متوکل عباسی، عبدالعظیم از حسنی تحت تعقیب قرار گرفت و ناچار شد به صورت مخفیانه از مدینه خارج شده و به شهر ری واقع در جنوب تهران امروزی پناه ببرد. او در این شهر در خانه یکی از شیعیان زندگی می کرد و فعالیت‌های دینیش را ادامه داد. حضرت عبدالعظیم حسنی در 15 شوال سال 252 هجری قمری در شهر ری وفات یافت. پیکر پاک او در همانجا به خاک سپرده شد. اکنون مرقد شریف ایشان در شهر ری به عنوان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام یکی از مهمترین زیارتگاه‌های شیعیان ایران به جهان است.